بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخ گردون است با شرکت تحلیلگر و روزنامه‌نگار تاجیک عبدالقادر عبدالقهار. امروز برگردیم به سر موضوع فوتبال که تمام دنیا از اون میگوید. همین به اندیشه شما همین ایران داوطلبی اساسی برآمدن از گروه است و برای چی تا این وقت این خیلی فکر نمیکردن که ایران داوطلبی اساسی است؟ امروز چی باعث شد که همین دسته حساب رو در همون گروهی که بازی میکنه تغییر داد؟ خب اولا تمام مخلصان فوتبال رو برای این یک چمپیوناتی که همه ما و شما را چند روز اخیر از همه تشویش‌های روزگار از خواب برون کرده است تبریک میگویم و واقعا هم ایدی فوتبال است. بله. و در تاجیکستان ما هم ببینید که چقدر روش کرده ایستاده است و امید داریم که روزی تاجیکستان رو هم در این صحنه‌های بلند ببینیم. خب در مورد ایران، همین خود اشتراک ایران با این قدر مانع گذاری ها، من گمان میکنم که بار دیگر این نشان از قدرت این دولت است. یک دولتی که زیر تحریم هاست، یک دولتی که در همه جا سدش میگذارند، غربی ها بخصوص. شما خوب بدونید که در استرالیا کمانده زنانه فوتبال ایران رو چیکار کردن. حتی گفتن ممکن گروگان گرفتن و از اونها خواهش کردن که پناهگاه سیاسی بطلبند، ولی ببینید که همین بانوان جسور ایرانی را که یک نفر اونها ملت نفروختن، دولت نفروختن، با سری بلند بازی کردن و برگشتن به ایرانی بزرگ. خب ما شما خوب میدونم که خورشید از من بیشتر به فوتبال خودت مراغ داری. من چمپیونات اروپا و چمپیونات جهان را هر 2 سال پس 4 پس تماشا میکنم، ولی خیلی با توجه. و در مورد ایران ما و شما خوب میدونیم که ایران از جمله فاوریت ها نیست، ولی بودن این تیم در این شرایط ژئوپلیتیکی و از ایران درک دادن، این خودش موفقیت و برد خیلی سیاسی ژئوپلیتیکی ایران است. شما باور دارید که همین ایران شاید یک کشفیاتی نوی همین چمپیونات نوی جهان باشه؟ بله، ببینید که همین در همه دور زمان همین نفری که نسبت جبر دیده است یا که نسبتش ناحق شده است، محبت افزون می شود. همین فوتبالی که با بلژیم وای کردن، دوستی ما رستمپور از چین، در چین تا انجام بازی 5.5 میلیون چینی این فوتبال رو اینترنت ترنسلیت تماشا کردن و 67% جانبدار ایران بود. همین بازی با دسته منتخب فوتبال بلژیم، بسیارا گمان داشتن که بلژیم با آسانی ایران رو شکست می‌دهد، اما این قریب بود که برعکس شود. و حتی یک گلی زده جانبی از جانب دسته ایران به نظر گرفته نشد. همین به فکر شما قوه اساسی تکان دهنده همین دسته چی است؟ اتحاد، شرف، حمایت شرف ناموس ملی در وضع بسیار دشواری ژئوپلیتیکی. اینها قهرمان ها هستند. اینها نه تنها در میدان ورزشند، باور کنید شما از ید ژئوپلیتیکی در میدان جنگند. همین پیش از سر شدن چمپیونات جانب دسته ایران با مشکلات ویزا دچار شد، با مشکلاتی به دست آوردن ویزا دچار شد و همه گمان داشت که این برای فوتبال بازان تاثیر میرساند. به فکر شما تاثیر رساند یا نه؟ گمان میکنم که اینها رو تاثیر مثبت رسانید. میدونید به چه خاطر؟ روحاً اینها قوی شدن و غرورشان افزون شد و ما و شما خوب میدونیم که بسیار یک ترامپ با کمال بی‌معرفتی، با کمال بی‌ادبی پیشنهاد کرد که من در چمپیونات جهان ایران رو دیدن نمیخواهم، ایتالیا رو به جایش عوض کنیم. ولی در همین جا ببینید که همین زن میلانی با همه زن بودهاش گفت که ما این حق ما نیست، حق ما نیست، این حق ایران است.
با فیفا تاثیر رسونید ترامپ. اینفانتینو، من سری تعظیم فرود میارم پیش اینفانتینو که واقعا هم جهد و تلاش و کوشش زیادی کرد، هرچند وظیفه جانی و وظیفه بی واسطه‌اش بود، اما به هر صورت اگر یک ترسوی می بود، اگر یک نفری می بود که مثلا سیاست زده می بود، گمان میکنم که با ایران مشکلی های از این بیش صورت می گرفتن. با وجود آنه که ایران در منطقه امریکای شمالی باور کنید شما مانند گروگان گرفته ها هستند. بله درست گفتید و منم فکر میکنم که ایران در این چمپیونات تنها با یک 11 فوتبال بازی نمیکند. ایران همزمان به نظر به اندیشه من به ضد مشکلات سیاسی، محدودیت های سفر، پیش‌داوری بعضی دایره ها، ناحقی بسیار داوران مبارزه میبرد. و یک سوال آخران این که اگر که ایران از گروه خودش برآید باید جای چندم گرفته برد که در دور دیگر با امریکا بازی کند. بازی نوبتی ایران با مصر است. اگر پیروز شود و یا مساوی کند، اگر هر کس که بود هر سه این کماندای این گروه هم بازی میکنند، اگر هم با رقم دویم برآید گمان میکنم که با امریکا امکانی، ولی بسیار من و تمام دنیا میخواهد که همین بازی امریکا و ایران رو ببینم چقدر شو و زیبا میشود و چقدر گمان میکنم که تماشابینش در اقصای عالم. اگر باز ایران پیروز شود و جام جهان را اینفانتینو باور کرد با ترامپ، یعنی قهرمان جام جهان رو ترامپ به دستی کاپیتانی دست میگیرد. تصور کنید که اکنون در دست کاپیتان ایران میگیرد این جام رو. و کم علاوه ها دارم. ببینید که تا این حد به قول نامردی، تا این قدر بی‌شرفی، بی‌عزتی، یعنی که شرف مهمان را عزیز نداشتن که حتی ترامپ دستور داد که ایرانی ها در مکزیک زندگی کنند. ببینید که اینها در مکزیک زندگی میکنند، پرواز کرده میان بازی میکنند و اجازت نداره که در امریکا خواب روند. دویم بار با پرواز کرده میروند در مکزیک خواب میروند، استراحت میکنند. بله. این واقعا هم کمال بی‌عزتی و بی‌فرهنگی ترامپ را به نمایش گذاشت و من گمان میکنم که با وجود همه همین دشواری ها، با وجود همه همین سطح هایی که به ایران گذاشتن با سر بلند، ببینید که وقتی که 11 نفر یا که مثلا بیشتر از 30 نفر هیئتی دسته با رقم 168 برآمدن. بله. این همون دختران 168 نفر طالبین میونه که در مینا کشته شدن. این چی است؟ ببینید که هم دیپلمات ایران و فراست سیاسی اشون رو نمیتوانند بگویند که این رقم رو بگیر از پیش سینه‌ات کن. همه میدونن که چی معنا و چی مفهوم داره. ولی شما در روز گذشته دیدید در اینترنت که کاپیتان کماندشون چی میگفت که ما را ایران، وطن، میهن، بله، همه ما رو نگاه میکنه. آقای جوانبخش بود. هر یکی شما یعنی شرف، ناموس، ننگی، وطنداری، حفاظتگری شرف، ننگ و ناموس وطنداری ما از خود باید درک بدیم. نه تنها در سیاست، نه تنها در علم حرب، در ورزش هم دستی بالا داریم. خب بازی شبینه رو ما تماشا کردیم. آرژانتین میدونیم که خیلی حالا مقابل این اکوله ها یا کیت ها یا نهنگ ها در حقیقت خیلی دشوار می شود، ولی من اقلا میخواهم ایران رو در یک 4 فینال ببینم. سلامت باشید عبدالقادر عزیز. با امید پیروزی ایرانی بزرگ خوش آمدید. سلامت باشید. این بود برنامه نوبتی چرخ گردون. مهمان ما بودند عبدالقادر عبدالقهار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر. سلامت باشید.